در اتفاق کسبه کارمندان معارف و علم ولایت سوخت با مقصد شرح و توضیح نکته‌های پیام پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی همایش برگزار گردید. گفته شد که ساحه معارف در سیاست پیشگرفته دولت و حکومت مقام خاصه دارد و برای رشد ساحه، دستگیری آموزگاران و کارمندان، بهتر نمودن شرایط تعلیم و تربیت، پیوسته تدبیرهای مهم اندیشیده می شود. ضمن شرح و توضیح پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی تاکید گردید که از 1 سپتامبر سال روان مزد معاش کارمندان مؤسسات تا مکتبی و تحصیلات میانه عمومی ساحه معارف 25% زیاد کرده می شود. اینچنین معاش کارمندان دیگر مؤسسات ساحه معارف، ساحه علم، استیپندیاها 20% زیاد می گردد. ما آموزگاران از پیام پیشوای معظم ملت الهام گرفته آینده نیز کوشش می نماییم که ارزنده این غمخواری ها، ارزنده این دستگیری های ساحه باشیم و فردان را تربیت و تعلیم دهیم که برای پیشروی تاجیکستان عزیز، برای آباد کردن هر گوشه و کنار این دیار با ما در حقیقت مقدس سهم گذار باشند. در پیام نوبتی خویش پیشوای معظم ملت بار دیگر تاکید نمودند که ساحه معارف ساحه افضلیتناک سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان است. زیاد نمودن معاش آموزگاران و از همه اساس قانون جمهوری تاجیکستان درباره مقام آموزگار و برای پیشروی ما مساعدت می نماید. برآمد کنندگان ابراز داشتند که در نظام کنونی سیاست اجتماعی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان معارف مقام و منزلت خاصه دارد، زیرا به معارف رشد و به تعلیم و تربیت نسل باسواد بنیاد جامعه سالم از امکان بیرون است. علاوه کرده شد که پیام پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان این سند سرنوشت‌ساز راهنما بهر اجرای هدف‌های شایسته بوده. در آن سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی تاجیکستان نقشه‌های رشد استوار منبعد در تمام سمت و ساحه‌های خوجگی خلق مملکت تحریزی گردیده، وظیفه، مقصد و مرام، راه و واسطه‌های رسیدن به هدف‌های استراتژی معین و مشخص گردیده است. من باوری دارم از این نقطه‌های و از این فکر و عقیده‌های جذاب و پندآمیز و دستور دهنده پیشوای معظم ملت هر یک کس برای خود برداشت می نماید، مسئولیت را فراموش نمی کند. پیام یک مضمون، یک مندرجه، یک دستور، یک سند، یک حجت مهمی است که برای سال 2026 کار و فعالیت و زندگی کردن مساعدت می نماید. در همایش همزمان ناظر حقوق اتفاق کسبه کارمندان معارف و علم ولایت سوخت اوید به قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره مقام آموزگار که محض با پیشنهاد و دستگیری پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان جهت بلند برداشتن موقع آموزگار در جامعه قبول گردیده است معلومات مفصل داد. با اطلاع مسئولین در اساس نقشه چهاربینی‌های تصدیق گردیده در تشکیلات‌های ابتدایی اتفاقهای کسبه کارمندان معارف و علم ولایت سوخت چنین واخوری‌ها برگزار می‌گردد.